تلبیس آخوند قزوینی در سخنان امام قرطبی رحمت الله علیه. آخوند قزوینی از امام قرطبی نقل می کند که تنها عمر با ابوبکر صدیق رضی الله عنهما بیعت کرده است. امام قرطبی از علمای بزرگ اهل سنته، میگه آقا ما اجماع را لازم نمیدانیم. چرا؟ دلیل ما این است ان عمر رضی الله عنه عقد البیع لابی بکر، تنها کسی که آمد بیعت کرد برای ابوبکر و بیعت او محقق شد جناب خلیفه دوم بوده. اما حقیقت امر این است که سخن نقل شده توسط این آخوند کلام امام قرطبی رحمت الله علیه نیست، بلکه ایشان اقوال مختلف پیرامون مسئله خلافت را ذکر می کند و قول مذکور هشتمین مورد این اقوال است که امام با ذکر کلمه الثامنه از آن یاد می کند. اما آخوند قزوینی این عبارت را برای ایجاد تلبیس حذف کرده است. امام قرطبی می فرمایند الثامنه فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله، خلافا لبعض الناس حيث قال لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد، ودليلنا أن عمر رضي الله عنه عقد البيعة لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك. پس اگر یکی از اهل حل و عقد بیعتی را منعقد ساخت، در نتیجه آن بیعت ثابت و صحیح می باشد و دیگران به آن ملزم هستند، برخلاف برخی ها که می گویند بیعت منعقد نمی گردد مگر با حضور گروهی از اهل حل و عقد. و دلیل ما نیز این است که عمر رضی الله عنه بیعت را برای ابوبکر منعقد ساخت و هیچ یک از صحابه بر وی انکار ننمودند. جالب اینجاست که این آخوند مکار دنباله کلام امام قرطبی را که به ضررشان است حذف کرده و سخن قیسی شده امام قرطبی را به معرض عموم می‌گذارد، چرا که امام قرطبی در دنباله سخن می‌فرمایند هیچ کدام از صحابه بیعت عمر با ابوبکر رضی الله عنهما را منکر نشدند. امام قرطبی از علمای بزرگ اهل سنته، میگه آقا ما اجماع را لازم نمیدانیم. چرا؟ دلیل ما این است ان عمر رضی الله عنه عقد البیع لابی بکر، تنها کسی که آمد بیعت کرد برای ابوبکر و بیعت او محقق شد جناب خلیفه دوم بوده. حال بینندگان عزیز، به نظر شما چرا آخوند قزوینی سعی می کند تا مطالبش را بر روی برنامه پاورپوینت عرضه کند و ترس دارد تا تصویر اصل کتاب را ارائه دهد؟ آیا جز برای این است که بتواند مطالب قطع و بریده شده را به خورد بینندگان دهد و حقایق را از آنها بپوشاند؟